نبودم که خدا میدونه چند دفعه تو همه خیابون چادر سرم کردم رفتم. دو تا دفعه رفتیم و گیر دادم برگشتم. ولی اگه اینجوری نبود من واقعا باور کنید من عاشق یه آقایی شدم. ازش جدا شدم. این روی من هیچ کی ندیده تا حالا. فقط شما داری میبینی. ولی اگه اینجوری نبود بنده با قمه دلیل نداشت 4 نفره بکشم. همینجوریه که باعث میشه که من برم بچه رو بگیرم بیارم بکنم خودم ندارم. خب این مملکت بس هرچی هر کجایی بنده اگه سر جردن بایستم حداقل روزی 10 میلیون میریزم به پام. حداقل کش هم تیبل. حالا شما این کار کردی؟ بارها 2 دفعه برای اجاره خونه. خب گرونیه امکانات نیستش. بعد یه موقعی پا میده دیگه 2 دفعه سیغه شدن یه جورای دیگه ای با ما در رابطه بودن. این آقایون چه جور آقایونی هستن که شما رو میزنن؟ این جور آقای معمولا ریش دارن شبیه شما هستن. پیشنهاد میدم به ما اینجا رو نگاه کن. آره همین شبیه همین. نه اکثرا میان به من گیر میدن میخوام آره ولی من یه جورایی مثل جو I love you تا مرد من. وقت شما رابطتون با اسی چیه؟ یه جورایی یه جورایی کنار میاد. یه جورایی شما چند وقت هم دیگه وقت شما فابریکین با هم بجز بنده باچره هست من ورژنم هنه که اسی جون بخواد بزنه مادر بنده گذاییدن حقیقتا کاش شدی بگیری با اون یکی باشه اون یکی هم مگه کیری آقا من همینجوری شاید خالی داشته که ان کرد در من سر واقعا مفت و صبح تا چایی میبردیم موزیک گوش میداد به عنوان همراه داره میبره به عنوان همراه الان عکسش تو پاس الان داره میبره اینو با سفر دیر شد سفر به خاطر این بودش که اسمشون همراه داره منم دارم احساسات میدونه که همراهش کنیشون پیچیدن تو بان پیچی کردن ببرن همراهشون تو یخه فریز خراب نشده فریز شده همراهشون چقدر بود همراهشون؟ بله چقدر بود همراهشون؟ 15,000 پوند همراهشون همراهش بود نه همراهشون بهتره دیگه خواهد کنیم میخوام وارد مسائل خاص بشم